23 یونی سال 2022 یکی از ستاره‌های استراد معاصر روسیه، آوازخوان گروهی در وقتش آوازدار لاسکو مای یوری شاتونوف در سن همگی 48 بر اثر سکته قلب از عالم چشم پوشید. خبر داد سخنگوی این هنرمند ارکاد کودریاشوف یوری شاتونوف سال 1973 در جمهوری باشکردستان به دنیا آمده 12 سال داشت که از مادر محروم شد و در یتیمخانه ارنبورگ به وی رسید. در همان 12 سالگیش آهنگساز سرگئی کوزنتسوف از حساب تربیت گیرندگان یتیمخانه ارنبورگ گروه لاسکو مای را سازمان داد و یوری شاتونوف خیلی زود در پی اجرای ترانه‌های بیلی روزی و صدای نوچ به یکی از ستاره‌های رده اول آن دوران در اتحاد شوروی تبدیل یافته. این دو ترانه را تا کنون یکی از پرطرفدارترین ترانه‌های سال‌های 80 در پهنای اتحاد شوروی نام میبرند. ولی شهرت لاسکو مای که اداره امورش در دست اندری ریازین افتاده بود دیر دوام نکرد و سال 1991 این گروه پراکنده شد. یوری شاتونوف آن وقت به آلمان کوچید ولی در ابتدای سال‌های 2000 باز به روسیه برگشت و چندین بار تلاش کرد که فعالیت آوازخوانی‌اش را از سر بگیرد. اندری ریازین نیز در این سالها چندین بار کوشش کرد تا لاسکو مای را در هیئت قدیمش احیا کرده دیگر باره به قله شهرت برگرداند، ولی الکی زبان دیگر شده بود و آهنگ و ترانه‌های دیگر و چهره‌های دیگر می‌خواست. یوری شاتونوف باشد همچون آوازخوان گروه آوازدار لاسکو مای و مؤلف شاکاری‌های بیلی روزی و صدای نوچ مال تاریخ استراد سال‌های 80 شد و به همین حیث با همون صورت دوره نوروسیش در تاریخ ماند.